به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. در دامگه حادثه، بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی. عنوان کتابی در قالب تاریخ شفاهی است که توسط عرفان قانع‌فرد تدوین شده است و در آن وی به گفتگوی تفصیلی با پرویز ثابتی، رئیس اداره کل سوم ساواک و سخنگوی رسمی آن سازمان طی سالهای 53 تا آبان 57 در دوران محمدرضا شاه پهلوی پرداخته است. دامگه حادثه در کشور امریکا در لس آنجلس چاپ شده و این کتاب ممنوعیت نشر داره در ایران. ناشر کتاب شرکت کتاب هستش. در سال 1390 در تعداد 670 صفحه این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا کوچه هایی از این کتاب که در اختیار من هستش رو با همدیگه ورق بزنیم. این کتاب در اواخر سال 1390 توسط شرکت کتاب در لس آنجلس، کالیفرنیا چاپ و در اوایل سال 1391 منتشر شد. اثر در قطع وزیری و به صورت پرسش و پاسخ با پاورقی های مفصل و توضیحی منتشر شده و شامل 670 صفحه متن و 8 صفحه تصاویر مربوط به دوران پهلوی و کلیشه‌هایی از روزنامه‌های اوایل انقلاب 1357 است. درباره دیدگاه‌های مصاحبه شونده نقدهای گوناگونی نوشته شده که صحت برخی از مطالب را به چالش کشیدند. مجله مهرنامه در شماره 23 4 اردیبهشت 1390 پرونده‌ای مفصل با عنوان انتقام از روشنفکران به این کتاب اختصاص داد. این اثر در ایران نیز توسط نشر علم منتشر شده ولی اجازه انتشار به صورت کلی رو نداره. قانع‌فرد در پایان اظهار کرده که گفتگوها توسط آقای ثابتی بازبینی و تایید شده و امیدوار است زمینه انتشار یادداشت‌های شخصی او در آینده فراهم شود. یادداشت پرویز ثابتی در ابتدای کتاب هستش، مقدمه نادر انتصار و به صورت گفتاری از سیاست امنیتی در برابر مخالفان، گفتاری در مورد سنگ را بستن و سگ را گشودن، گفتار بعدی در پس پرده ساواک و گفتار بعدی در حاشیه و بطن انقلاب هستش. در این کتاب پرویز ثابتی به محمد مصدق تاخته و شکنجه زندانیان را به دولت او نسبت داده است. همچنین در صفحه 280 می نویسد ما به دکتر علی شریعتی در زندان تریاکش را می رساندیم تا نمیرد. اما احسان شریعتی فرزند علی شریعتی این ادعا را رد کرده و آن را خلاف واقع دانسته است. پرویز خرسند ویراستار آثار شریعتی و از دوستان او نیز روایت ثابتی را تکذیب کرده و شرحی از ملاقات آن دو ارائه داده است. برخی منتقدان گفتند در کتاب چندین خاطره دچار جابجایی یا اختلاط یا روایت‌های دیگر شده است. با وجود طبیعی بودن برخی اشتباهات لفظی در مصاحبه‌ای با این گستردگی، برخی کوشیدند کل روایت پرویز ثابتی را بی‌اعتبار نشان دهند. از جمله موارد اختلاف: نسبت دادن محمدرضا سعادتی به زندان ساری و اشتباه گرفتن او با حسین عزتی کمره‌ای یا کمره‌ای، صفحه 267. معرفی سیاوش کسرایی به عنوان مدیر کل حزب توده، صفحه 581. حذف نام عامل اصلی در ماجرای ترور تیمور بختیار، صفحه 187. ابهام در شرح قتل بیژن جزنی یا جزنی و یارانش، صفحه 257.
در مورد کشته شدن 9 زندانی در سال 1354 ثابتی روایت رسمی ساواک را بیان کرده و مخالفانش آن را ساختگی دانستند. منتقدان چپگرا نتیجه گرفتند که مدیر کل اداره سوم ساواک برخلاف کارمندان جزء نمیتواند از وقایع شکنجه و اعدام بی اطلاع باشد. پرویز ثابتی پس از پایان کتاب در 18 بهمن 1390 در مصاحبه‌ای از پیش ضبط شده در برنامه افق بخش فارسی صدای امریکا ضمن انکار دستور یا اجرای شکنجه گفت که شکنجه در ساواک غیر قانونی بوده و انجام آن به برخی ماموران منتسب شده است. او همچنین از دوران نخست وزیری محمد مصدق به عنوان دوره‌ای یاد کرده که شدیدترین شکنجه‌ها علیه مخالفان صورت می‌گرفت. در مقابل شماری از زندانیان پیش از انقلاب 57 این ادعا را رد کرده و تجربه شکنجه‌های سیستماتیک در ساواک را گواه آوردند. مرتضی رسولی‌پور، کارشناس تاریخ شفاهی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، کتاب حاضر را به 2 دلیل کتابی مهم دانست. نخست اینکه پرویز ثابتی از صاحب منصبان درجه 1 ساواک بوده و دوم اینکه اطلاعاتی که او از ساواک می‌دهد اطلاعاتی درجه 1 است. او کتابی یاد شده را صرف نظر از کاستی‌های آن به دلیل جلب اعتماد ثابتی و اینکه او از معدود صاحب منصبان جان به در برده ساواک است حائز اهمیت دانست و گفت اهمیت این گفتگو وقتی مضاعف می شود که مقام‌های ارشد ساواک مثل حسن پاکروان، نعمت الله نصیری و ناصر مقدم بدون اینکه حرفهای آنها ضبط و ثبت شده باشد اعدام شدند. اطلاعاتی که ما از سازمان امنیت داریم بیشتر حاصل نگاه منتقدانه از بیرون و محدود است به شکنجه و داغ و درفش. اما در این باره که نقش ساواک چه بوده است جز خاطرات فردوس اطلاعات دقیق‌تری نداریم. کتاب در دامگه حادثه از 2 منظر اظهارات ثابتی و نحوه تنظیم مطالب کتاب توسط قانع فرد قابل بررسی است و با ارائه خلاصه‌ای از زندگی نامه ثابتی که بیانگر اهمیت مقام و میزان ارتباطات وی در دستگاه ساواک و حکومت پهلوی بوده است میتوان گفت ثابتی در نحوه اداره کشور صاحب نظر بود و برخلاف نصیری آلت فعل چشم و گوش بسته نبود و نظر داشت. خلاصه حرف ثابتی در این گفتگو این است که وقتی نظام سیاسی از مشروعیت میافتد نیروی سرکوبش میتواند به بقای حکومت او کمک کند. رژیم شاه از نظر ثابتی تمام ابزار سرکوب را در اختیار داشت اما از اراده لازم بی بهره بود. ثابتی در آذر 1355 به شاه گزارش می‌دهد و اعلام می‌کند باید ایستادگی شود. نظرش این بود که نهضت آزادی و جبهه ملی قدرت تغییر نداشتند و گروه‌های چریکی نظیر مجاهدین و سازمان چریک‌ها و گروه مذهبی‌ها قابل کنترل بوده و نمی‌توانستند کاری کنند. اما شاه اراده نداشت. از نظر ثابتی دولت‌های آموزگار و شریف امامی در مقابل مخالفان زبونی نشان دادند، حالانکه میشد بعد از تثبیت اوضاع آزادی را در جامعه گسترش داد. به اعتقاد ثابتی مسئولان وقت کشور سعی می‌کردند مسئولیت هر نوع کاری را بر عهده شاه بگذارند و شاه هم قادر به اداره کشور نبود. ثابتی 33 سال سکوت کرده و چند هزار صفحه خاطره دارد، اما تنها به این بهانه که مورد سوء استفاده حکومت فعلی ایران قرار نگیرد از انتشار آنها ابا کرده است. این موضوع بیانگر این مطلب است که ثابتی نمیتواند بدون پیش‌فرض عمل کند، زیرا نگران فاشگویی است و همین امر موضع او را نشان می‌دهد. بعد از مطالعه کتاب در دامگه حادثه با این تصویر از ثابتی مواجه می‌شوید که یکی از برجسته‌ترین رجال تاریخی ایران است که خود را صاحب بهترین نظر و راه حل‌هایی می‌دانسته که اگر پهلوی به آن عمل می‌کرد حکومت خود را برقرار نگه می‌داشت.
ثابتی برای گمراه کردن افکار عمومی تلاش کرده. چون حکومت پهلوی به خصوص در سالهای 56 و 57 قابل نجات دادن بود. هیچ نقطه‌ای در کتاب نیست که ثابتی در آن یک اپوزیسیون سالم را معرفی کند که بله برای این مخالفت حق داشته است. بعد از خواندن این کتاب می‌بینید که همه یک گرفتاری داشتند. کار قانع‌فرد از جهت گردآوری منابع برای تکمیل گفتگوها خوب است، اما یک جاهایی توضیح کم دارد و جاهایی هم پاورقی‌هایی دارد که در یک کتاب تخصصی احتیاجی به آنها نیست. انتشار این کتاب زداینده توهمی است که عدم ذکر خاطرات دولتمردان رژیم قبلی را به دلیل نگرانی از آب به آسیاب حکومت فعل ریختن در پی داشته است. این مسئله موج جدیدی برای خاطره‌نویسی ایجاد کرده که امیدواریم میزان عصبیت در آن کمتر شده و عمیق‌تر مورد توجه قرار بگیرد. در حوزه پژوهش درباره ساواک راه ناپیموده بسیار است. تحقیقات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر و مرکز بررسی اسناد وزارت اطلاعات کارهای ارزشمند اما ناقص است و انتشار کتاب‌هایی مانند در دامگه حادثه جبران کننده نقص‌های این پژوهش است. حتی روحانیت با حذف شاه موافق نبود. شاید بیشتر با این موافق بودند که شاه سلطنت کند نه حکومت. البته با توجه به بسیاری از روایت‌های تاریخی مشخص است که آقای خمینی ارتباطی نزدیک با کاشانی داشته. یعنی تئوری نهاوندی در کتابش را شاید باور کنیم که آقای خمینی از طرفداران کاشانی بود و ضد مصدق. البته آقای بنی صدر هم معتقدند که پس از انقلاب آقای خمینی چندان طرفدار ملی خواندن مصدق نبودند. فکر کنم آقای شریعت مداری هم افشا کرد که در بازگرداندن شاه توسط کاشانی در تظاهرات طرفداری از شاه خمینی شرکت داشته و این موضوع را مخالفان آقای خمینی مرتب به کار میبرند. بله، شریعت مداری همیشه علیه خمینی حرف میزد. خمینی از طرفداران کاشانی بود و نیز دار و دسته فداییان اسلام که کاشانی با آنها رابطه داشت. جزء یک مجموعه اسلامی تندرو و افراطی و از لونچه‌های کاشانی محسوب می‌شدند. همه آخوندها از مسئله نفوذ کمونیسم ترسیده بودند. از کمونیست‌ها وحشت داشتند. انتشار گزینشی بدون استاندارد آسیب زننده است و تا زمانی که دسترسی کامل به پرونده‌های ساواک مقدور نباشد، باید به تحقیقات ارائه شده در کتاب در دامگه حادثه با نگرانی نگاه کرد. زیرا خط گلچین کننده بسیار مهم است. برای مثال اگر از میان اسناد مربوط به 30 روز بازجویی یک فرد تنها سند روز 30 را منتشر کنیم و حق دسترسی به منابع مربوط به 29 روز دیگر را نداشته باشیم، نتیجه کار چیزی خواهد بود که بر اساس مصلحت اندیشی‌های سیاسی انتخاب شده و نمی‌تواند بدون دغدغه مورد بررسی قرار بگیرد. ما با یک اثر سیاسی روز مواجهیم، نه با یک کتاب تاریخی. عنوان فرعی کتاب بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی است، اما هیچ جای کتاب این عوامل را نمی‌بینیم. ذوق‌زدگی مصاحبه کننده و موضع‌گیری وی ما را متوجه این نکته می‌کند که خیلی هم بحث خاطرات ثابتی مطرح نیست، بلکه با یک کتاب روز مواجهیم. انتقاد من به دو بخش است. اول به روش قانع‌فرد و دوم به مطالب کتاب. آقای قانع‌فرد اثر خود را چالشی می‌دانند، اما تا جایی که من خواندم چالشی ندیدم. ثابتی ادعاهای بزرگی مانند این که امریکا و انگلیس عامل سقوط پهلوی بودند مطرح می‌کند. این موضوع باید ثابت شود. این دو هیچ وقت نمی‌خواستند پهلوی سقوط کند، بلکه دنبال استقرار آن بودند. پهلوی به مردم ایران تکیه نداشت و انقلاب حاصل عجز در مقابل این حرکت مردمی بود. در بخش مربوط به گفتگوهای این کتاب اشکالاتی وجود دارد، مانند اینکه 87 صفحه از کتاب در دامگه حادثه متضمن هیچ پرسشی نیست، بلکه 87 صفحه مطلب است که از سوی ثابتی نوشته شده. پرویز ثابتی در تاریخ این کشور آدم قابل دفاعی نیست.
اما به این معنا نیست هرچه او در مقام بالاترین مقام امنیتی میگوید یکسره دروغ و آنچه مبارزان و مخالفان او بیان میکنند حقیقت محض باشد. هر نظام سیاسی با هر میزان مشروعیت داشته و نداشته در مقام دفاع از موجودیت خود چیزی کم نمیگذارد. در گیرودار چنین چالشی پرهیز از نگاه مطلق اندیش سیاه و سفید شرط اول دستیابی به حقیقت است. 14 سال قبل آقای پرویز ثابتی در صفحه 666 این کتاب حرف جالبی رو میزنه. اینکه در ایران کودتا میشه و شخصی مثل قالیباف قدرت رو در دست میگیره. چرا؟ نام برخی از فرزندان و بستگان نزدیک این خاندان قالیباف برخلاف الگوی رایج نامگذاری در سایر شاخه‌های خانوادگی به نام‌های عربی نیست. اسحاق، الیاس و مریم. آیا این صرفاً یک انتخاب شخصی و خانوادگی است یا نشانه‌ای از لایه‌ای پنهان‌تر در پس پرده روایت‌های رسمی؟ در این نوشتار قصد داوری ندارم. تنها این پرسش رو در گوشه‌ای از ذهن شما می‌گذارم. گاه پاسخ‌ها نه در آنچه گفته می‌شود، بلکه در آن چیزی نهفته‌اند که کسی درباره‌اش پرسش نمی‌کند. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. اگر از این کتاب خوشتون اومده بتونین برای خودتون تهیه کنین از طریق سرچ کردن، چون که هنوز به صورت انتشار در ایران وجود نداره. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.